به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران اهل قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز برای شمایم یک قصه دیگری درباره یک مادر مهربان نقل می‌نمایم. و اگر در وقت گفتن این قصه اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایم معذرت می‌خواهم. مادر بیمار می‌شود و ساعت 12 شب پسرش به نزد بالین مادر می‌آید و می‌شند. مادر با رنگ زرد و با نگاهی با رحم به فرزندش می‌نگرد و با آوازی خسته و لرزانش می‌گوید: چه شد پسرم؟ چرا خواب نیستی؟ پسر میگوید: مادر، از آواز نالش شما خوابم نمیبرد. اگر علاجش باشد و چه جا پس نالش کنید، کمی من و همسرم نبیرهایتان خواب کنیم. سحر من کار دولت میروم، همسرم از پی شما میدود، نبیرهایتان مکتب میروم. مادر با چشمان اشکالات: میلش پسرم، به حاضر خواب کنید. پسر خواب خوش گفته به خانه خوابش میرود و به حضور خواب میکند. سحر از خواب خیسته نزد مادر میآید و پیش مادر میشند: اوچه خیزید، روز شد، نهاری کنیم. میگوید مادر باشد بر وقت جان را به حق سپاریده بود. پسر داد میگوید: هم آمده. پس از چند ساعت مادر را به خانه آخرت میبرند. وقتی که بر میگردد، همسرش به او مکتوب دراز کرده میگوید: این را از تکی بالین مادرت یافتم. پسر مکتوب را گشاده میخواند: پسرم، جانم، هستی دنیایم، بود و نبود مادر. مرا با بس که این شب تو را ناراحت کردم، همراهی همسر و فرزندانت نماندم که خواب کنیم. اما جان آچه، زمان تو خرد بوده، مرا هر زمان گریه کرده از خواب بیدار میکرده. من باشم با مهربانی و الله‌های شیرین تو را تا سحر خواب میکردم. از همه تو را بالا میدانستم، چون جانم دوست میداشتم. نمیماندم که با پایت خاره خلد. اگر بیمار میشدی تا سحر طبیب تو میشدم و بالای سرت مینشستم. باز روز میشد از پی کار خانه و رو و چین و پخت و پز و لباس شستن میشدم. یک بار هم افت نگفتم، تو را خفه نکردم، اما این شب از سبب پیریم بیمار شدم و تو را ناراحت کرده نماندم که تو خواب کنی. اکنون فهمیدم که تو کلان شده ای، دیگر احتیاج به من پیر ناتوان نداری. پسرم، تا امروز از خداوندم برای تو همه چی را طلب می کردم و این شب باز از خداوندم آخرین طلب را برای تو دارم که جان مرا بگیرد و تو را دیگر ناراحت نکنم. کاش الله مهربان این دعای مرا قبول میکرد. پسر بعد مکتوب را خواندن فهمید که همه چیزش را از دست داده است. سوی آرامگاهی مادر خواب بود دوید، بالای قبرش داد و فریاد کرد. بخشش پرسید، اما فایده نداشت، چون که دیگر مادر خاموش بود و جواب داده نمیتوانست. ببینید مادر چقدر بزرگ و مهربان و غمخوار فرزندان است. همیشه خدمت او را کنید تا اینکه روزی سخت پشیمان نشوید. امروز بسیار غم آور است که یک مادر می تواند از 1 تا 10 فرزند را مهربانی کنند، لیکن اون 10 فرزند نمی توانند یک مادر را غمخواری کنند. الهی الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را از راه خطا و از راه شیطانی، از حیله زنها و از مکر دنیایی در حفظ امانت خود نگه داشته خدمت والدین کردن را نصیب روزی گرداند. الهی پدر و مادر هر یک ما و شما را در حفظ امانت خود نگه داشته راحت فرزندان دیدن را نصیب گرداند. و آنهایی که پدر و مادرشان ترک این دنیا کردند، الله تبارک و تعالی جای آنها را جنت المأوا گرداند. انا آخر دعوان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادری شما امید رحمت. عزیزان من،
اگر در وقتی گفتن این قصه اگر نسبت شما یگان سخن بدی گفته باشم از همه شمایان معذرت میخواهم. من هم مثل همه یک بنده عاجز و ناتوانم و البته با مدد الله تبارک و تعالی کوشش میکنیم تا یک قصه پندآمیزی برای اون جوانهایی که کمی گمراه شدند، کمی برای خطا رفتند، انشاءالله کوشش میکنیم که برای اونها یک قصه پندآمیز ثبت کنیم و امیدوار هستیم که الله تبارک و تعالی به دل اونها نور هدایت را عطا فرماید و از راه خطا و از کار خطا نفس خود را بدارند و برای راست قدم گذارند. الله تبارک و تعالی هر یک شما را در حفظ و امانت خود نگه داشته. هر یکم برادران و خواهرانی که در شهر مسافری قرار دارند برای کار و رزق و روزی حلال و از خوف و خطر در پناه خود نگه دارد.